سلام، من گندم هستم. جایی بین واقعیت و رویا قصه زندگی میکنن. اینجا گاندیپاده. خوش اومدید به اپیزود اول از رمان جذاب و دوست داشتنی سایه های میان ما از ترشیا لونسلر. فصل اول. هرگز جسد اولین و تنها پسری که قلبم را شکست پیدا نکردن. هیچ وقت هم پیدا نخواهند کرد. هکتور گالانیس را در چاله‌ای چنان عمیق دفن کردم که حتی شیاطین زمین هم قادر به پیدا کردنش نباشند. رویایم از او بود، از روزی که گفت خوش گذشته است، اما دیگر خسته شده است. دختر دیگر نظرش را جلب کرده بود. حتی اسم دختر را هم یادم نمی‌آید. آن لحظه تنها چیزی که در فکرم بود این بود که من همه چیزم را به هکتور داده بودم. اولین محبتم، عشقم و جسمم را. و وقتی به او گفتم دوستش دارم، تمام چیزی که گفته بود این بود: ممنون، ولی فکر کنم وقتش رسیده که همدیگر رو فراموش کنیم. حرفهای دیگری هم برای گفتن داشت. وقتی چاقویم را در سینه‌اش فرو بردم، حرفهایی تقریبا به همون سرعتی که خونریزی می‌کرد از دهانش بیرون ریختند. نمی‌توانست اتفاقی را که رخ داده بود درک کند. من هم نمی‌توانستم. به سختی به یاد داشتم چاقویی را که پدرم 3 ماه قبل برای تولد 15 سالگیم به من داده بود از دسته جواهر نشانش گرفته بودم. ولی یادم میآید که خون هکتور با رنگ یاقوت‌های خاتم‌کاری شده روی آن مطابقت داشت. چیزی را که بالاخره باعث شد قلب کوبنده‌ام با افکارم همگام شود نیز به یاد دارم. آخرین کلمه‌ای که از لب‌های هکتور خارج شد: آلساندرا. آخرین کلمه‌ای که به زبان آورد نام من بود. آخرین فکرش در مورد من بود. من پیروز شده بودم. این علم درست مثل 3 سال پیش درونم را آرام می‌کند. آن احساس درستی، احساس آرامش. دستهایم را در هوا بلند می‌کنم و مثل گربه‌ای کش و قوسی به خود می‌دهم. بعد خودم را کمی روی کاناپه جابجا می‌کنم. یک جفت چشم قهوه‌ای تنها چند اینچ با چشمان خودم فاصله دارند. میپرسم، یا خود شیاطین: مایرون، چرا به هم زل زدی؟ با محبت فراوان میگوید: چون خیلی زیبایی. لم داده و سرش را روی دست مشت شده‌اش گذاشته است. جای تعجب است که در اینجا جا میگیرد، از بس که قدش بلند است. موهای فر و نرمش روی پیشانیش پخش شده‌اند و سرش را تکان میدهد تا جلوی دیدش را باز کند. رایحه چوب صندل و عرق مرا در بر میگیرد. صافی نشینم. به خاطر همه چی ممنون، ولی باید بریم. امروز خیلی کار دارم. مایرون نگاهم میکند و من چشمانم را در حدقه میچرخانم و میپرسم: شاید بتونی بعداً دوباره بیای. سرش را بالا میآورد و یک بار دیگر به من نگاه میکند. بعد دوباره چشمانش به طرز معناداری به من خیره میشوند. نه، صبر کن، به من نه. به دستم نگاه میکند و سنگینی اضافه‌ای که حالا آنجا احساس میکنم. یک انگشتر الماس روی انگشتم قرار دارد. زیباست. به شکل تخم مرغی برش خورده و در طلا مدفون شده. وقتی دستم را از سمتی به سمت دیگر کج می کنم، در نور صبحگاهی چشمک می زند. این حلقه با اختلاف گران قیمت ترین زیورالاتی است که تا به حال هدیه گرفتم. آلساندرا استاسوس، من عاشقتم. با هم ازدواج می کنیم؟ صدای خنده در اتاق میپیچد و مایرون خودش را جمع میکند. به سرعت دست آزادم را روی لبهایم میگذارم. لحظه‌ای بعد میگویم: با خودت چی فکر کردی؟ البته که نه. دوباره به حلقه زیبا خیره میشوم. با این هدیه مایرون به عمر مفید خودش پایان داده است. بنا به دلایلی خواستگارانم پس از رد کردن پیشنهاد ازدواجشان دیگر هدایای گران قیمتی به من نمیدهند. افسوس. مایرون میگوید: ولی ما با هم خوشحالیم. هر روز تو رو میپرستم. هر چیزی که لایقش باشی برات فراهم میکنم. مثل یک شاهزاده باد رفتار میکنم. کاش میدانست نگاهم به چیزی بالاتر از این هاست. پیشنهاد محبت آمیزیه، ولی هنوز آماده نیستم که سر و سامون بگیرم. به تته پته میافتد، ولی وقتی با هم هستیم خیلی بهمون خوش میگذره. درست است، با او و 3 نفر دیگر در این ماه اخیر. الان وقتش از اینجا بریم. تکانی میخورم تا بلند شوم که ناگهان درب اتاق خوابم محکم باز میشود. مایرون با دستی دراز شده به سمت من همانجا خشکش میزنند و پدرم سر جیسون استاسوس لورد مایسیس به ما نگاه میکند.
با صدایی که به طرز مرگباری آرام است میگوید برو بیرون. پدرم از من که قدم 5.5 فوت است کوتاه‌تر است، ولی هیکل درشتی دارد. گردنش کلفت، شانه‌هایش پهن و چشمانش چنان تیز هستند که تا روحت را سوراخ می‌کنند. مایرون که شوکه شده است از جا میپرد. پدرم میگوید برو بیرون همین الان، ولی به حرفم گوش کن وگرنه میگم شلاقت بزنن. مایرون میایستد به سختی، طوری قوز میکند انگار میتواند قامت بلندش را پنهان کند. تا نیمه های راه به سمت در میرود و بعد باز میگردد. حلقم. مطمئنم میخوای نگهش دارم تا بتونم به یادت بیارمت. چهره مایرون در هم میپیچد. یک پایش به سمت در و پای دیگرش به سمت من است. پدر میغرد. مایرون شروع به دویدن میکند و وقتی از آستانه در رد میشود تقریبا پایش به پوتین های پدرم گیر میکند. با رفتن او پدرم رو به من میکند. وقتی این اوضاع رو میبینم نمیتونم برات یه شوهر مناسب پیدا کنم. مسخره نباش پدر، این 5مین باری بود که مایرون رو دیدی. ساندرا، باید عاقلانه رفتار کنی. وقتشه بزرگ بشی، سر سامون بگیری. پس کریستانسا شوهر پیدا کرده؟ پدرم به خوبی میداند که تا وقتی خواهر بزرگترم ازدواج نکرده قانون مرا از ازدواج کردن منع میکند. همه چیز نظم و ترتیبی دارد. پدر جلو میآید. پادشاه سایه تعدادی از دخترهای مجرد را از کاخ مرخص کرده. کریستانسا هم یکی از اونهاست. امیدوار بودم خواهرت با زیبایی کمیابی که داره نظر شاه رو جلب کنه. بله، البته کریستانسا زیبایی نابی دارد و به اندازه یک سنگ احمق است. پدر میگوید قسمت نبود. پیشنهاد میکنم. مایرون مجرده. پدر به من چشم قره میرود. با مایرون ازدواج نمیکنه. کریستانسا باید یه دوشس بشه. همین الان هم هماهنگی‌های لازم با دوک فولیوس انجام دادم. یه پیرمرد سالخورده است که میخواد با یه دختر خوشگل ازدواج کنه. کارهاش انجام شده. یعنی الان نوبت توه. بالاخره. فقط برای اینکه بعد قلق بازی در بیاورم میپرسم یه دفعه به آینده من علاقه‌مند شدی نه؟ همیشه برات بهترین ها رو میخواستم. کاملا دروغ است. تنها زمانی که پدر به خودش زحمت میدهد به من فکر کند زمانی است که مرا در حین انجام کاری که به نظرش نباید انجام دهم گیر میاندازد. در تمام زندگیم کریستانسا مرکز توجه او بوده است. پدر ادامه میدهد. میخوام با ارل اوریکوس در مورد ازدواج تو و پسرش که در آینده همه چیز را به ارث میبره صحبت کنم. فکر میکنم با توجه به وضعیت سلامتی آترکس به زودی این اتفاق میفته. به نظرم این خوشحالت میکنه. نه نمیکنه. قرار نیست تا ابد مشکل من باشی. خیلی تاثیرگذار بود پدر، ولی من میخوام با فرد دیگه ازدواج کنم. و ایشون کی باشن؟ میستم و ملحفه ها رو با خودم بالا میکشم. بعد آنها را زیر بغلم میفشارم. معلومه دیگه، پادشاه سایه. پدر قهقه میزند. فکر نکنم با وضعیت تو اگه بتونم پسر نجیب زاده ای رو وادار کنم باهات ازدواج کنه هم معجزه است. از وضعیت من کسی خبر نداره به جز اونایی که مستقیم بهشون مرتبط میشه. مردها رازاشون رو برای خودشون نگه نمیدارن. لبخند میزنن. وقتی من باشم نگه میدارن. این دیگه یعنی چی؟ من که احمق نیستم پدر. از تک تک آدمایی که وارد این اتاق میشن یه چیزی دارم. مایرون متاسفانه مشکلات قماربازی داره. یکی از میراث‌های خانوادگیش رو توی کارت بازی از دست داده. گم شدن گردنبند رو گردن یکی از خدمتکارها انداخته و دستور داده شلاقش بزنن و اخراجش کنن. پدرش از شنیدن چنین خبری خوشحال نمیشه. و دیمن خیلی اتفاقی فهمیدم عضوی از یه گروه قاچاقچیه که سلاح‌های غیرقانونی به شهر وارد میکنن. اگه کسی حقیقت رو بدونه میندازنش زندان. نسور رو هم فراموش نکنیم که خیلی به تریای خونه ها علاقه داره. میتونم تک تک خواستگارهام رو نام ببرم، ولی فکر کنم متوجه منظورم شدی. اگرچه چهره پدر تغییری نمی کند، اما از تنش شانه هایش کاسته می شود. چه نجیب زاده های برازنده اطراف خودت جمع کردی عزیزم. موضوع اینه که میدونم دارم چی کار میکنم پدر و هر کاری که دلم بخواد میکنم چون خودم صاحب خودم هستم. تو قراره چی کار کنی؟ قراره من رو با گروه بعدی دخترایی که برای ملاقات شاه میرن بفرستی؟ چون اگه چیزی باشه که توش استعداد داشته باشم اینه که کاری کنم مردا ازم خواستگاری کنن.
الماسی که روی انگشتم قرار دارد نشانش می‌دهم. چشمان پدر تنگ می‌شود. چند وقت برای این کار برنامه‌ریزی کردی؟ چندین سال. وقتی کریستانسا رو به قصد فرستادم چیزی نگفتی. پدر، کریستانسا توجه یه سگ ها رو هم به خودش جلب نمی‌کنه. به علاوه فقط زیبایی برای جلب توجه شاه سایه کافی نیست. دخترهای خوشگل تمام سال جلوی چشمش رژه میرن. من رو بفرست. یه قصد برای هممون جور میکنم. در نهایت پدر میگوید لباسهای جدیدی لازم داری. شیربه‌های خواهر رو هم تا چند هفته دیگه بهمون نمیدن. وقتمون کمه. حلقه رو از انگشتم بیرون میکشم و با علاقه به آن خیره میشوم. فکر میکند چرا این همه مشروب برای خودم دست و پا کردم. درست است که سرگرم کننده هستند، ولی مهمتر از همه آنها قرار است هزینه اقامتم در قصر را تأمین کنند. حلقه را بالا میگیرم تا پدر بتواند آن را ببیند. بازم از اینا دارم. خیاطی کردن همیشه یکی از سرگرمی‌هایم بوده است، ولی غیر ممکن است بتوانم در این مدت کوتاه تمام لباس‌هایی را که برای نقشه آینده‌ام نیاز دارم بدوزم. همراه با خیاط مورد علاقه‌ام 10 لباس روزانه، 5 لباس شب و 3 لباس خواب تازه طراحی کردم و سفارش دادم. هرچند 3 لباس خواب رو خودم طراحی می‌کنم، نیازی نیست ادورا بداند قرار است چگونه شب‌هایم را بگذرانم. پدر در برنامه‌ریزی هیچ نقشی ایفا نمی‌کند، چون بیش از حد با حسابداری مشغول است و نگران املاکش است. ورشکسته شده است و با درماندگیش سعی در پنهان کردن آن دارد. تقصیر او نیست، پدر ماهر است، ولی زمینمان به اندازه گذشته ثمر نمی‌دهد. چند سال پیش بیماری شیوع پیدا کرد و بیشتر دام‌ها را از بین برد. هر سال محصولات کمتر می‌شوند. یکی از چاه‌ها خشک شده است و روز به روز مستاجران بیشتری اینجا را ترک می‌کنند. املاک ماسیس در حال مرگ است و پدر نیاز دارد شیربه‌های مناسبی برای من و خواهرم بگیرد تا بتواند زمین‌هایش را حفظ کند. هرچند از وضعیت آگاه هستم، به خودم زحمت نگرانی در مورد آن را ندادم. خواستگارهایم همه احساس می‌کنند نیاز از چیزهای گران قیمتی به من بدهند. بازی سرگرم کننده‌ای بود. کشف اسرار آنها، عاشق کردنشان و سر تا پای من را هدیه گرفتم. ولی صادقانه بگویم حوصله‌ام سر رفته است. بازی جدیدی در فکر دارم. میخواهم شاه را مجذوب خودم کنم. حدس میزنم بیش از 1 ماه طول نکشد که او کاملا عاشقم شود و وقتی از من خواستگاری کند برای اولین بار جواب مثبت میدهم. وقتی ازدواج رسمی انجام شد چه؟ پادشاه سایه را میکشم و پادشاهیش را به دست میآورم. فقط این بار مجبور نیستم جنازه ای را دفن کنم، قربانی بی دردسری پیدا می کنم و جسد پادشاه سایه را جایی رها می کنم که دیگران پیدایش کنند. دنیا باید بداند من آخرین باقی مانده خاندان سلطنتی هستم، ملکه آنها. پایان فصل اول. شب کوتاهه ولی داستان‌ها طولانی و جاودانند. تا اپیزود بعدی منتظرتونم. لطفاً با لایک و سابسکرایب از ما حمایت کنید.